سلام بر همگی دوستان. بهتون بگم الان من دقیقا از مدرسه برگشتم و الان 13 آبان دقیقا امروز 13 آبان 1400 شد و بله همینطور که میدونم حتی لباسای مدرسه من دارم. بهتون بگم اول از همه میخوام اینا رو آنباکس کنم. این که ماشاءالله بر خودش داستانیه بعدا در آنباکسش کنیم. 1 2 3 این چیه؟ این مخصوص به من دادم، حالا من بهتون توضیح میدم چرا، چون که دل نوشته یا هم دکلمه نوشته بود. یه کوچولو دارم بورم میزنم دسته تمیزه دیگه نمیشد دیگه نمیشد خدا. حالا بگذارم اینم از دسته تمیزمون. حالا اینا باشه. اصلا چرا مایکرافت زدن؟ این برام چه سواله؟ بخدا من هیچی نگفتم. دارم دیگه کوچولو عجیب غریب داره میترسم. چطوری الان مایکرافته؟ چطوری؟ یه لحظه دوستان عزیز، این اولین باری که من دارم تو بایدون آنباکس کنم و یه دونه از پوست مایکرافت اینو بذاریم. بهتون یه چیزی بگم، به نظر من اینو بذاریم برای اسمش چیه؟ یادم نبود. حالا بگذاریم اینم تو پاشه که یه دور دلم میخواد برم من با همین مایکرافت میشه. حالا خیلی حال بود. خب بریم سراغ اینه. اول از همه یه خوراک عالی. خب بریم سراغ اصل ماجرا. توی یه چیز آنباکسی دیگه است. بریم یکی هم آنباکس کنیم. اسمش نظرتون چیه؟ تو کامنت ها حدس بزنید. من باز چه کنم تونگه هست. همین الان ویدیو رو پاس کنید، حدس بزنید توش چیه. پاس کردید دیگه، منتظر نباشید که نپاس کنم. من این زیر بازی کنم، شما نظرتون رو بنویسید. شاید این کار دیگه نمیشه اگه تو اینجور ویدیو رو پاس نکردی و لیوانو چقدر قشنگ‌تره. بهتون یه چیزی بگم، یه لحظه من برم نسخه اولیه‌اش رو بیارم. این دقیقاً همون لیوانه، همون برای سال توش آب می‌گرسه بخورم. ببینید چقدر جدیدتره. راستش اینو نشده پوسیده. حالا این خیلی قشنگه. خب اینو دیگه آنباکس کنم. برای شد کل روزم، اما من هنوز توی این موندم چطوری مایکرافته. خدای من